مقامات ازبکستان به حادثه اعتراض مهاجران در مسکو از پرداخت نشدن حق کارشان واکنش کردند و گفتند به مهاجران کمک رسانیده می شود. صدها مهاجر از ازبکستان و تاجیکستان هفته گذشته با طلب پرداخت کردن مزدشان در نزد شرکت کراکوس گروپ تظاهرات کردند. مقامات روسیه گفتند شرکت بعد اعتراض وعده کرد که پول آنها را پرداخت می کند. همکارم مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر به دست آورده است. مومین، دقیقاً بعد اعتراض چه تغییرات شد و چی واکنش صدا داد؟ سلام بینندگان عزیز. البته زرانگیز طور اشاره کردید شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماهی مارس به آنها داده خواهد شد. در سفارت تاجیکستان در مسکو روز 27 فوریه به رادیو آزادی گفتند که تاکنون از مهاجران تاجیک شکایت دریافت نکردند. از این رو به کمک آنها نرفتند. این در حالی است که در گذشته سفارت و نمایندگی‌های خدمات مهاجرت تاجیکستان کمک به مهاجران را برای دریافت معاششان از کارهای مورد ستایش خود می‌شمردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیکی در شرکت کراکوس گروپ کار میکند گفت بارها بر رقم‌های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. او گفت که حالا شهروندان ازبکستان برای گرفتن معاش نامنویس میشوند ولی ظاهراً به آنها توجه جدی داده نمی شود. سمندر، یک مهاجر دیگری تاجیک گفت که نصف روزی 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. در همین حال برعکس تاجیکستان، کمیسیون ملی مبارزه با قاچاق انسان و کار اجباری پارلمان ازبکستان گفته است این قضیه را تحت نظر خود گرفت. تشکر. مومین، واکنش مقامات ازبک نتیجه به بار آورده است؟ ظاهراً در جواب با بیانیه‌های ازبکستان مقامات روسیه گفتند رهبریت شرکت کراکوس گروپ با اعتراضگران واخورده وعده کرده است که معاش آنها را برمیگرداند، اما مهاجران قبلا گفته بودند که به وعده‌های شرکت دیگر باور ندارند. شرکت ساختمانی کراکوس گروپ به آرز اگالاروف سرمایه‌دار نامدار آذری مربوط است. در گذشته نیز مهاجران در مورد سری وقت نگرفتن معاش از این شرکت شکایت داشتند. تلاش‌های دریافت نظر خود اگالاروف نتیجه ندادند. تشکر مومین. اخبار آزادی ادامه دارد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.